آمدیم. شما اینجا مدرسه می‌رین؟ گرمی. فاصله‌اش مایلی چقدره؟ 60 کیلومتر واقعا یه جای بخشای تابعی مدرسه هاتون خوبن؟ بله مدرسه خوبه، راحت هستن، ولی چون تا 12 فقط نداره، یه عده ناراحتن از اینکه بچه‌هاشون موقعی که به 12 میرسن باید بفرستن به مشکین و اردبیل. البته راسته. باز این جمعیت اینجا به چه اون حد رسیده که چند نفر مثلا بچه کلاس 12 داریم؟ شهرشاه هم مدیر دبیرستان هستن، در حدود 25 نفر میشه. ماکسیمومه؟ مجموعه 150 از اون طرف؟ نخستم ما باز دو ساختن 100 تومن یه مقداری از صنایع در کشت و صنعت و احتیاجات شرکت‌های سهامی زدن و این یکی در این قسمت مسئول معاون به پلاسفورا نارتوک پلاسفوراس که حالا فعلا پیه تو اسم میشته اسم خاصی خواهد میشه مال خودمونی؟ مال خودمون در ایران برید شده برای نگاه هیبرید همه مسئله‌ای مطرح شد در این سفر و اون این هست که هر جا که مراجعه بازدید می‌فرمایید پیشرفت‌ها به اون نهایت به عرضتون میرسه، گزارش‌های متعددی به عرضتون میرسه، مردم با اولیاء شهربانو خیلی صریح و روشن صحبت می‌کنن. استدعای من این هست که بفرمایید تا چه حدود این گزارش‌هایی که به عرضتون میرسه میپذیرید، باور می‌کنید و اگر که احیانا تردیدی پیدا بکنید در صحت این گزارش ها چه میشه؟ خوشبختانه الان طوری شده که در همه جا فقط اکتفا نمی کنن به گزارش پیشرفت ها و از این فرصت استفاده می کنن که یک مقدار از اشکالات و مسائلی که دارن در میون بذارن، چون یک فرصتیه که میشه این اشکالات برطرف بشه. البته طبیعی هم هست که در بعضی جاها بخوان در اون روز به خصوص یه مقدار بیشتر از اون چیزی که هست جلوه بهتر بدن، ولی دیگه با تجربه‌ای که داریم فکر میکنم از محل‌هایی که بازدید میکنیم و آشنایی به این سازمان‌ها و مراکز مختلف و اطمینان به اشخاصی که در اونجا هستن با یک نظر درست در میاییم و واقعا کاملا نمیشه گفتش که اگر یه مرکزی درست نباشه برعکسش نشون بدن، همون برعکس هم با باور خواهیم کرد.